درود بچه ها، خیلی مخلصم. من جلالم. من شغل اصلیم جوشکاری نماه. قدیم و پروژه داخل انجام میدادیم. از قدیم الایام به شغل ما میگن رابطسکاری. بعد اومدم نمیدونستم چجوری برای یوتیوب ویدیو بسازم. میخوام یه روش جدید ایجاد کنم. حالا تجربیات کارم رو بذارم توی یوتیوب روی فیلم ها پروژه های قدیمیم که حالا تقریبا هر کدومشون مال حداقل تقریبا 17 سال پیشه. از اولیش حالا بخوایم استارت بزنیم تا الان. میخوام یه سری تحلیل بگم، یه سری چیزایی رو که تجربه کردم، نه اینکه بخوام بگم آکادمیک درسشو خوندم. میخوام بذارم تو یوتیوب، شاید خوشتون بیاد، شاید به کارتون بیاد تو منطقه شمال. بچه ها همینجور که میبینین این پروژه رو ما اول داخلش رو اجرا کردیم. بعد اون موقع تو سال 94-95 خیلی پروژه مناسب به فرد بود. سقفش رو اجرا کردیم. حالا تلفیق چوب و اون شیارایی که تو سقف می‌بینیم مشکیه، ناودون 8 و 10 بود که اون موقع برای کار دیدم که منم برای کار که هالوژن توش کار بزنن رفتن CNC کردن. سقف استخر رو زدیم و این پروژه جناب گرجی بود. ما اصرار کردیم که اول داخل رو بزنیم، ایشون قبول نکردن. یکی از توضیحاتی که میخوام بدم، اگر میخواین هزینه کمتری بشه، یعنی شما تلفات نداشته باشین تو پروژهتون، بهتره که دنبال این باشه اول نما رو بزنیم بعد داخلو. چون الان اگر نگاه کنید بعد این فیلم هایی که من دارم از داخل میذارم، حالا کارهایی که کردیم تو آشپزخونه، تو هال، حالا طبقات بالا، ما اینجا اومدیم نماشو کار کردیم. کلی وقت و انرژی صرف این گذاشت که شیشه هاش آسیب نبینه. کلی از سیمانکاری دوباره رفت زیر کار ما. اینا همه هزینه است، اینا وقت و انرژی. و یه کار دیگه ای که خاص از من این بود که کارو اکسپوز در آورم، یعنی اینکه بتونه از بالا دید داشته باشه، از زیر دید داشته باشه. حالا میریم جلوتر تو فیلم مشخصه میخواست فلاور باکس داشته باشه، جای گل داشته باشه، که اومدیم قوطی‌های 3x5 رو براش کار گذاشتیم. یه نکته بدی دیگه ای هم که داره، خیلی قشنگه، خیلی زیبا، خیلی خاصه، ولی هزینه نگهداریش زیاده. یعنی شما هر 1 سال 2 سال، چون فلز تو شمال زود به زود زنگ میزنه، زود به زود باید نگهداری بشه. اومدیم و کار کردیم و متاسفانه بعد این همه زحمت تو سال 96 ایشون از این فلاور باکس هیچ استفاده ای نکرد. و این هم پروژه جناب گرجیه، یه ویلا توی چالوسه، ویلا استخدار ترتمیز و خوشگله که معمولا به مسافرهای اجاره میده. خیلی پروژه خاصی بود، اون موقع خیلی هزینه کرد. حالا این عکس ها رو هم گذاشتم که ببینید پایان کارش. حالا یه نما بیرونش هم قشنگ گذاشتم. نمیدونم، اگه سوالی دارید در مورد این بپرسید تو کامنت ها، شاید بتونم کمکتون کنم. خیلی مخلصیم.